5 یا 6 تا ضعف اساسی اپوزیسیون روبرو هستیم که این به اصطلاح پاشنه آشیل ما هستن. ضعف اول این هست که این جنبش اپوزیسیون در بسیج اقشار محروم جامعه به نظر من موفق نیست. ناتوانی دوم این هست که در فلج کردن اقتصاد هم متاسفانه ابزار لازم رو در دست نداره، بنابراین نمیشه اقتصاد رو فلج بکنیم وقتی که این جنبش‌های اجتماعی صورت میگیره. عامل سوم فکر میکنم یک محافظه‌کاری ذاتی جامعه ایران هست، به خصوص طبقه متوسط که نمیشه از نظر دور داشت. عامل چهارم به نظر من این هست که وقتی که ما در این موقعیت‌های حساسی مانند آنچه که سال گذشته پیش اومد، متاسفانه دیدگاه‌های تندرو بر صداهای سنجیده‌تر پیروز میشن و مسیر رو به انحراف میبرن، کما اینکه این اتفاق افتاد. مشکل پنجم به نظر من مشکل رهبری هست. به طور خلاصه بخوام بگم، به نظر من در خارج از کشور انتظار این که رهبری برای داخل کشور وجود داشته باشه که بتونه کارا باشه، این توهمی بیش نیست. رهبری باید از درون خود اون کشور سربلند بکنه. و نکته آخر به عنوان ضعف این جنبش‌های اجتماعی، نظر من این است که متاسفانه این به اصطلاح این قیام هایی که ما در ایران داشتیم خیلی زود فروکش میکنه، یعنی لحظه‌ای هستن. به عبارتی میشه گفت که آبشارگونه نیستن و چون لحظه‌ای و موقت هستن و اون ضعف‌های دیگری رو که برشمردم رو هم دارن، به حکومت جمهوری اسلامی این اجازه رو میده که این جنبش ها رو بعد از چندی سرکوب بکنه. حالا چه اون حکومت فلج شد. ما الان از خودمون بپرسیم اپوزیسیون ما چه توانایی در این داره که بخواد اقتصاد رو فلج بکنه. ببینین یه اتفاقات مهمی افتاده بعد از انقلاب که به نظر من تا شما اهل کار نباشین، تا این ذره بین رو به چشتون نزنین و این مسائل رو با اون دقت علمی نگاه بکنین، اون به بیراه رفتن ها ادامه پیدا میکنین. ببینین حرف من چیه؟ ساختار نیروی کار در بعد از انقلاب عوض شده به خاطر فرار سرمایه‌داران، به خاطر ملی کردن هایی که جمهوری اسلامی انجام داد و بعد نتونست شرکت ها رو به اصطلاح به شکل درست منیج بکنه، مدیریت بکنه و فروختشون به این سرمایه‌دار و به اون سرمایه‌دار. اتفاقی که در ایران افتاده این است که کارخانجات بزرگ به شکل وسیعی بسته شدن، بنابراین نیروی کار منسجم کارگری تعدادش تنزل پیدا کرده، بجاش کارگاه‌های 10 نفره و تا 100 نفره بالا رفته. درسته؟ در همین زمان ما به خاطر وضعیت بد اقتصادی یک نیروی عظیم ارتش بیکاران رو هم داریم. حالا شما فکر کنین من یک کارگاه دارم با 100 تا کارگر. خب حالا این کارگرای من بخوان احتساب بکنن، بسیار خوب، میگم برین، انقدر آدم بیکار تو خیابون مونده که من میتونم بیام جایگزین شما بکنم. درسته؟ پس ببینین نگاه کردن، وقتی من میگم ما نمیتونیم اقتصاد رو فلج بکنیم، یا ببینین پیوندهای بازار با سیاستمداران چقدر جدی شده. ما میدونیم از قدیم الایام روحانیت با تاجرین بازار پیوندهای خانوادگی برقرار میکردن. درسته؟ بعد از انقلاب شما حزب مؤتلفه اسلامی رو دارین که از افرادی هستن که از درون بازار اومدن، اونها این پیوندها رو هرچی بیشتر کردن. یعنی بازار بعد از انقلاب بسیار سیاسی تر شده از لحاظ پیوند تنگاتنگش با حکومت تا آنچه که در قبل از انقلاب بوده. بنابراین این هم یک نقطه ضعف دیگر رو برای ما ایجاد میکنه. درسته؟ حالا من میتونم راجع به هر کدوم از این مسائل مطرح بکنم. کشاورزان رو ببینید، در هیچ کدوم در این 44 سال گذشته به غیر از 1-2 بار که مسئله کمبود آب بوده، مثلا کشاورزان اصفهان رو به صحنه آورده. درسته؟ کشاورزان ایران غایبند در جنبش‌های اجتماعی، غایب. شما نمیتونین دوستان، برای همینه من میگم که 4 تا دانشجوی شجاع که میاد در خیابون‌های تهران نمیدونم تبریز اعتراض میکنه عالی است،
ولی این رو شما نمیتونین جایگزین کل اون جامعه بکنین. وقتی میبینین کارگران، دهقانان، طبقه حقوق بگیر، ببین ما همه میدونیم دیگه طبقه حقوق بگیر ایران، بازنشستگان ایران به خاطر وضعیت بد اقتصادی، درسته، اینها دارن از پیچک به پیچک زندگی میکنن، لذا یک محافظه کاری منطقی براشون غالب شده. نگران هستن که آقا اگر انقلابی بخواد بشه، نمیدونم شورشی بشه، فلان این حرفا بشه، حقوق من چی میشه؟ درسته؟ یا فکر بکنین من یه آدم شجاعی باشم بخوام اعتصاب بکنم. خب اگه من هیچ پولی در چنته ندارم، در حساب ذخیره‌ای برای پسنداز ندارم، کی قراره از من حمایت بکنه اگه من قراره 4 ماه پولی دریافت نکنم به خاطر حقوقم؟ درسته؟ ببینید دوستان، ما متوجه شد، ما در علوم سیاسی همیشه این حرف میزنیم، قشر دانشجو همیشه رادیکال ترین قشر جامعه است. چرا؟ چون مثل من و شما وام خانه نداره، درسته، خانواده نداره، برای پسنداز، نگران پسنداز برای بچه هاش نیست و غیره و غیره. ولی بقیه افراد یک جامعه رو شما از لحاظ شجاعت اجتماعی برای بیرون اومدن یکسان با طیف دانشجو دانش آموز نمیتونین حساب بکنین. پس اگر یک اپوزیسیونی که واقعا مستحق کلمه اپوزیسیون باشه رو ما میخوایم استفاده بکنیم، باید از این آقایون و خانم ها پرسید شما برنامه جدیتون چی هست؟ حتی برای 6 ماه نه بیشتر، درسته، برای 6 ماه هم بخواین با جمهوری اسلامی جدا بخواین مقابله بکنین، برنامه‌تون برای این اقشار مختلف جامعه چی هست؟ این که هی من و شما خوشحال بشیم و به وجد بیایم، دست بزنیم برای 200,000 300,000 تا جوانی که توی خیابون‌ها رفتن و اعتراض میکنن، به نظر من یه مقدار چی میگن وجدان خود رو آسان خلاص کردن هست. شما اینجا طلایه‌دار نیستین، شما اینجا دنبال روی یک جریانی هستین که در خیابان اتفاق میفته. ببینین دوستان، اجازه بدین بحث بیشتر بهش بفهم. در شرایط حیاتی و حساس هست، درسته، که ارزش رهبریت مشخص میشه، که عقلانی بودن رهبریت مشخص میشه، که این آدما چند مرده حلاجن، چقدر فکر کردن، چقدر شبکه سازی کردن، کسانی که دور و بر خودشون جمع کردن آیا یک مشت بله قربانگو هستن یا کسانی هستن که واقعا میتونن مشاور باشن، به طرف بگن که آقا داری اشتباه میکنی و راه حل مثلا این هست. درسته؟ ما متاسفانه آنچه که میبینیم چه در درون حکومت چه در میان اپوزیسیون به نظر میاد عمدتاً قشر بله قربانگو هستن که اون شجاعت ابراز به اصطلاح نظر مستقل رو ندارن و با جو شنا میکنن. درسته؟ ببینین خیلی به نظر من خیلی شجاعت میخواد وقتی که صدها هزار نفر تو خیابون‌های ایران دارن تظاهرات میکنن، ولی شما به عنوان یک تحلیلگر، به عنوان یک به اصطلاح برنامه ساز دارین یه دو قدم بالاتر از اون رو نگاه میکنین و از خودتون میپرسین خب بعدش چی؟ برنامه روز بعد چی هست؟ حالا این رو من چه شکلی به اون یکی باید متصل بکنم؟ درسته؟ من اینا رو متاسفانه ندیدم در این اپوزیسیون. ببینید نمیخوام کاسه کوزه ها رو واقعا بیرحمانه سر افراد بشکنم. یادمون باشه این افراد به اصطلاح رهبری هم مثل خود ماها هستن. همه ما از یک پدیده زجر میبریم و اونم این است که انقلاب و روی کار آمدن جمهوری اسلامی جامعه سیاسی ایران رو قطبی کرده، یعنی پولارایز کرده. درسته؟ اونی که سلطنت طلب فکر میکنه با چپی نباید حرف بزنه، اونی که چپیه با نمیدونم اصلاح طلب نمیخواد حرف بزنه و غیره، و شده یک دیالوگ آدم‌های کر با هم دیگه. دیالوگ آدم‌های کر به جایی نخواهد رسید. ما باید این رو درک بکنیم که
برای غلبه بر جمهوری اسلامی برنامه یک فرد به جایی نخواهد رسید، رهبری فردی به جایی نخواهد رسید. این جنبش، من شدیداً معتقد هستم که رنگین کمان هست. ببینید دوستان، نگاه بکنید، وقتی میگم رنگین کمان منظورم باید بشکافم دیگه، درسته؟ خیلی از ما من جمله خود بنده طرفدار سرسخت دموکراسی سکولار هستم، ولی نمیتونم این واقعیت رو نفی بکنم که شاید جدیترین فردی که در ایران تا همین امروز جلوی جمهوری اسلامی استاده، درسته، یک رهبر مذهبی در زاهدانه. درسته؟ ایشون این شجاعت داره که هر جمعه میاد و حرف دلشون میزنه، منطقاً مخالفت میکنه، ابراز نگرانی میکنه برای هر آنچه که در جامعه اتفاق میفته. خب منی که سکولار هستم نمیتونم به نقش مولانا عبدالحمید رو توی زاهدان بخوام نادیده بگیرم. نمیتونم نادیده بگیرم که اکثریت افرادی که جمهوری اسلامی کشت در بلوچستان و کردستان اتفاق افتاد. 2 استان ایرانی که استانهای بحرانخیز ما بودن و خواهند بود به خاطر مسائل مختلفی که مسئله اهل تسنن، کردها، نمیدونم بلوچها و غیره ما باشون مطرح شدیم. درسته؟ ببینید دوستان، وقتی یه نفر هی میاد تاکید میکنه نمیدونم ما باید ایران پرست باشیم، خب به نظر من این به عنوان شعار خوبه، ولی بازم میگم قانع نمیکنه اون جمعیت رو. بیان از خودمون بپرسیم چرا آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی اینقدر نقش محدودی در جنبش مهسا داشتن؟ مگر تبریز و غیره از قطب‌های بزرگ سیاسی جامعه ما نیست؟ پس چرا مردم در اونجا رغبت آنچنانی نشان ندادن؟ من دلیل دارم. من فکر میکنم که ما متاسفانه چه داخل چه خارج از کشور، درسته، چون بهای واقعی رو ندادیم به مسئله اینکه این خواسته های اتنیک تو جامعه ما جدی هست و شما هی با ترس از اینی که به خواست یه بلوچ و کرد و ترک و عرب بخواین جواب بدین میشین تجزیه طلب، به معنی این است که مشکل رو دارین جاروش میکنین زیر قالی. درسته؟ ولی نتیجهش رو هم میبینین، مردم در تبریز نمیان بیرون و این مشکل ماست. بنابراین من متاسفانه امیدوارم حرفام به عنوان آیه یأس تلقی نشه. درسته؟ من کاملا امیدوارم، میخوام این گونه هم در این راستا فعالیت میکنم که باید جمهوری اسلامی رو عوض کرد، چون حکومتی نیست که لایق مردم ما باشه. ولی در آن واحد به عنوان یه نفرم که با علم سیاست آشناست، میدونم که متاسفانه راهی که ما تا به حال پیمودیم بیراهه بوده و این یه واقعیت. متاسفانه ما در قرن 20 که این احزاب به اصطلاح با پدیده احزاب مطرح شد، قبلش که واقعا اصلا نبوده، تاریخچه احزاب در ایران تاریخچه موفقی نبود، روی هم رفته. در بزنگاه‌هایی داشتیم احزابی که خوب عمل کردن، موفق بودن. برای مثال دهه 1330 حزب توده واقعا یک حزب جدی در ایران بوده، شاید جدیترین حزب ایران بوده. جبهه ملی هم تا حدی این موفقیت رو داشته. ولی خارج از اینها ما حزبی به عنوان حزب کارآمد موفق نداشتیم. درسته؟ ببینید دوستان، در سیاست داشتن احزاب یکی از بدیهیات اولیه است. همون فیلسوف انگلیسی که برشمردم که راجع به امنیت و آزادی حرف میزد، یه جمله دیگه هم داره که من هر دفعه روز اول کلاس‌های علوم سیاسی استفاده میکنم. اون جملهش چیه؟ میگه ریاضیات افراد رو با هم متحد میکنه، چون منطق 2 تا 4 تا داره، و سیاست اونها رو از هم جدا میکنه. nature of the beast به قول معروف. درسته؟ خب پس باید بپذیریم که در سیاست همه با همه آیت الله خمینی کار نمیکنه.
افراد اختلاف نظر با هم دارن و منطقی هم هست که اختلاف نظر داشته باشن و بهترین شیوه سامان دادن اختلاف نظر این هست که اونها در تشکل‌های حزبی شکل بگیرن. ببینید چون تشکل‌های حزبی یک نظمی به وجود میاره، یک سلسله مراتبی داره. درسته که شما مثلا در سطح محلی فعالین، بعد در سطح ملی فعال میشین، بعد مثلا میرسین به مجلس و نخست وزیر شدن و فلان فلان. یعنی سابقه خودتون رو، حقانیت خودتون رو، درایت خودتون در این پروسه حزبی نشان دادین که میتونه بیارتون به بالا. درسته؟ نظم حزبی هم حکم میکنه که شما خارج از گود صحبت نکنین. درسته؟ ساز خودتون رو نزنید، یه ارکستر باشین، یه پیغام منسجم رو بدید. ولی تا زمانی که ما سامانه سیاسی ما بر اساس افراد بنا شده، افراد ساز خودشون رو میزنن. مسئولیت هم در قبال رفقای، به نظر من در این رابطه فرمول جادویی موفقیت‌های جنبش‌های اجتماعی 3 تا چیز هست: تعداد افراد، تاکتیک و تداوم. بنابراین 3 تا ت هستن که بسیار مهم هستن. حالا اگر از این منظر بخوایم به جنبش محسا و جنبش‌های دیگری که در این 4 دهه در ایران صورت گرفته، به نظر من ما با 5 یا 6 تا ضعف اساسی اپوزیسیون روبرو هستیم که این به اصطلاح پاشنه آشیل ما هستند. ضعف اول این هست که این جنبش اپوزیسیون در بسیج اقشار محروم جامعه به نظر من موفق نیست. ناتوانی دوم این هست که در فلج کردن اقتصاد هم متاسفانه ابزار لازم رو در دست نداره، بنابراین نمیشه اقتصاد رو فلج بکنیم وقتی که این جنبش‌های اجتماعی صورت میگیره. عامل سوم فکر میکنم یک محافظه‌کاری ذاتی جامعه ایران هست، به خصوص طبقه متوسط که نمیشه از نظر دور داشت. عامل چهارم به نظر من این هست که وقتی که ما در این موقعیت‌های حساسی مانند آنچه که سال گذشته پیش اومد، متاسفانه دیدگاه‌های تندرو بر صداهای سنجیده‌تر پیروز میشن و مسیر رو به انحراف میبرن، کما اینکه این اتفاق افتاد. مشکل پنجم به نظر من مشکل رهبری هست. به طور خلاصه بخوام بگم، به نظر من در خارج از کشور انتظار این که رهبری برای داخل کشور وجود داشته باشه که بتونه کارا باشه، این توهمی بیش نیست. رهبری باید از درون خود اون کشور سر بلند بکنه. و نکته آخر به عنوان ضعف این جنبش‌های اجتماعی، نظر من این است که متاسفانه این به اصطلاح این قیام هایی که ما در ایران داشتیم خیلی زود فروکش میکنه، یعنی لحظه‌ای هستن. به عبارتی میشه گفت که آبشارگونه نیستن و چون لحظه‌ای و موقت هستن و اون ضعف‌های دیگری رو که برشمردم رو هم دارن، به حکومت جمهوری اسلامی این اجازه رو میده که این جنبش‌ها رو بعد از چندی سرکوب بکنه، حالا چه جنبش سبز باشه چه جنبش مهسا باشه. این خلاصه به اصطلاح حرف من هست. و اینکه نکته آخرش هم این که به نظر من جنبش‌های مانند این در ایران تمام نخواهند شد. چرا؟ چون نحوه حکومت، نحوه زمامداری جمهوری اسلامی نحوهی هست که مردم رو به اصطلاح دلزده کرده و از اونجا که توانایی برای مخالفت مدنی و منطقی وجود نداره در به اصطلاح چارچوب احزاب و یا اعتراضاتی مانند این، مردم میان به کف خیابان و لذا ما باید آماده باشیم که این به کف خیابان اومدن و این جنبش ها باز هم ادامه خواهد داشت، اما یا اینکه نتیجه مختلفی رقم خواهد خورد. تا این ضعف ها بر کنار نشه، به نظر من متاسفانه جواب منفی است. خب اپوزیسیون ما هم از خودش باید بپرسه چه باید کرد، ما میخوایم چه کار بکنیم. برای مثال اگر من میگم ما چرا نمیتونیم اقلیت‌های قومی رو در ایران جمع بکنیم، چرا نمیتونیم پیغامی رو بیاریم که برای اون طبقه متوسط نمیدونم بازنشسته، درسته، برای اون طبقه کارگر، برای اون طبقه دهقان فلان فلان اینا مؤثر باشه، اونها رو جلب بکنه. ببینید دوستان،
من متاسفانه اینو میخوام بگم، چون ما اون گفتمان احساسی بر ما غلبه شده، درسته، من خیلی اوقات میبینم که افراد سوالهایی که جدی هست در همین راستای چه باید کرد رو که باید مطرح بکنیم میخوان در گلو خفه بکنن. مثلا اگر من بگم به نظر من مردم ایران از یک جنگ داخلی میترسن چون تجربه سوریه و عراق رو در بغل گوششون دیدن، طور تجربه افغانستان رو دیدن، خیلی ها ممکنه بگن که این حرفی که شما میزنی به نفع حکومت هست، نباید این حرف رو بزنی. بسیار خوب، من ساکت میشم. ولی آیا اون طبقه متوسطی که من الان برای شما برشمردم که حاضر نمیشه دل بده به این داستان، اونا هم قانع میشن؟ پدر و مادر من و شما نوعی حاضر میشن بیان توی خیابون؟ به نظر من اینم یه نکته دیگه اجازه بدید من بگم. ما از این که یک سری حرفامون لزوما همخوانی داشته باشه با جمهوری اسلامی نباید بترسیم. چرا؟ چون من فکر میکنم بازم در مقام تحلیلگر اجتماعی باید بهش نگاه کنیم. آیا حرفی که من شما الان داریم میزنیم برای اینکه نیازمندی ما به بسیج اجتماعی چی هست، درسته؟ آیا این حرف به صرف خودش منطقی هست یا نیست؟ این نکته من است. ببینید، در خارج از کشور و داخل کشور به نظر من مسئولیت ها، توانایی ها متفاوت هست، درسته؟ من خیلی خوشحال بودم وقتی که دیدم مثلا یه سری گروه های در درون خود ایران شکل گرفته که برنامه نوشتن، درسته؟ اصول دادن بیرون. خب متاسفانه با فروکش کردن این جنبش اونم راه به جایی نبود، ولی این یک قدم بسیار مثبته. اینه که مردم شروع میکنن یک قانون اساسی متفاوت میخوان بنویسن. راجع به این که اصول یک قانون اساسی متفاوت میخواد چی باشه، این اصل بسیار مثبته. این به اصطلاح وارد کردن ما، هول دادن ما به سمت یک مشترکات اجتماعی هست، درسته، که ما میتونیم پیرو اونها، دنبال اونها، کنار اونها سنگر برای خودمون بگیریم. اینا قدم های مثبت. این تجاربی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، بازم میگم من نمیخوام آیه یأس بخونم، این جنبش ها به نظر من هر کدوم یک تجربه مثبتی رو با خودش به ارمغان آورده، درسته؟ برای مثال جنبش سبز نشون داد برای خیلی ها که خب اصلاحات درون حکومتی یه حد و مرزی داره و شما از اون حد و مرز فراتر نمیتونین برین. قابلیت جمهوری اسلامی برای رفرم کردن خودش محدود هست، درسته؟ ما امروزه بر شانه اون جنبش های قبلی ایستادیم، حالا چه کوی دانشگاهه، چه نمیدونم جنبش سبزه، چه جنبش مهساس، فلان فلان نرفا. و کار به نظر من کار نیروهای جدی سیاسی، درسته، نه اونایی که خیلی سریع به اصطلاح سرد و گرمشون میشه، درسته، کار نیروهای جدی سیاسی اینه که بشینن تو اتاقهای فکر بگن خب آقا ما از این 44 سالی که تا به حال گذشته چه تجاربی اندوختیم، درسته، نقاط مثبتمون چی بود، کدوم پیغام ما برای مردم گیرا بود، کدوم حرف ما به دلها ننشست و حالا برای رفتن به قدم بعدی باید چه اقدامی بکنیم. من فکر میکنم اینا لازمه داستان است. من در مصاحباتم بارها گفتم به نظر من جنبش مهسا یک به اصطلاح پرو بود. شما چجوری میرین لباس پرو میکنین، درسته؟ این یک پرو بود برای یک انقلاب بعدی، برای یک جنبش بعدی. پرو کار مهمیه، امر مهمیه که شما لباسی بخرین که به بدنتون بخوره دیگه، درسته؟ این جنبش هم یک پرو خیلی خوبی بود برای کارآموزی ما، ولی نذاریم این تجارب مثل آنچه که در گذشته اتفاق افتاد، درسته، به دست فراموشی سپرده بشه. این جو قطبی و پولارایز شده فعلی رو واقعا باید کنار گذاشت. این کیش شخصیت هایی که من میبینم به وجود داره میاد، اینا به نظر من زهره برای جنبشی که تنها
با تکثر میتونه پیروز باشه. ببینین مخالفت ما با جمهوری اسلامی بر اساس تعدد علیت هاست. درسته؟ علت های مختلفی داریم. خانم هایی که مجبور به حجاب میشن به یه علت شرکت میکنن، اون جوانی که در بلوچستان هست به یه دلیلی دیگه. درسته؟ تعدد علیت ها وجود داره. خیلی خوب، اگر ما این امر رو میپذیریم، حالا از خودمون بپرسیم تعدد علیت ها رو ما چه شکلی به تکثر مشارکت ها تبدیل میکنیم؟ لازمه تکثر مشارکت ها چی هست؟ این سوال اساسی است که من فکر میکنم در این بره از زمان ما باید بهش جواب قانع کننده بدیم. ببینید دوستان، بازم در قاموس علوم سیاسی یکی از پیش شرط‌های هر انقلاب موفق ریزش نیرو هست. نیروهای حکومتی ها، نه من و شمایی که آلردی مخالف حکومت هست. اون کسی که حقوق بگیر جمهوری اسلامی هست باید ازش دل بکنه. اونی که پاسدار و بسیجی هست باید دل بکنه. درسته؟ پس سوالی که مطرح میشه این است که این اپوزیسیون ما برای این 20% چه برنامه ای داره؟ میخوایم بهشون بگیم فقط شما خائنین، نمیدونم ساندیسخور حکومت هستین؟ خب بسیار خوب، دق دلتون رو خالی میکنین، ولی مخالفت اون 20% رو به جان خریدین. درسته؟ مگر ببین یه چیز دیگه هم یادمون باشه، اون 20% میتونه اقلیت باشن، ولی اقلیتی که اکتیو هست، اقلیتی که حتی حاضر است تفنگ بگیره و مخالف بکشه، که من و شما نوعی لزوما جرأت آدم کشتن نداریم. درسته؟ پس ببینین این که ما بگیم ما 80% اونا 20% هستن، لزوما ترازو رو به طرف شما نمیچرخونه. خب من از شما میپرسم واقعا کدوم یک از این کود رهبران اپوزیسیون ما نقشه جدی داشتن برای این 20% که این تغییری که میخواد بشه با کمترین خونریزی بخواد انجام بشه، این ریزش نیرو صورت بگیره، ما اونها رو بیشتر سوق ندیم توی دل جمهوری اسلامی که فکر بکنن اگر فردا جمهوری اسلامی بره اونا هم باید بره. درسته؟ ببینید دوستان، نلسون مندلا در افریقای جنوبی یا حتی خمینی در ایران حرفش این نبود که اگه وقتی ما اومدیم سر کار همه شما نمیدونم افراد نظام گذشته رو میخوایم سر ببریم، دار بزنیم. این شاید احمقانه ترین شعار سیاسی باشه که یه رهبر میتونه بده. اتفاقا باید کاملا برعکس باشه. شما به اون رهبر پاسدار رو هم باید بهش بگین که امکان زیست شما در فردای جمهوری اسلامی وجود داره اگر به ریزش نیرو معتقد هستی. درسته؟ به نظر من کار منطقی این هست دوستان، نه این کارهای شعاری که ما تا به حال در پیش گرفتیم، نه این که فکر بکنیم حالا میگم بدبختی ما این بود که میگم 4 تا فوتبالیست رو هم دشمن دونستیم، حالا چه برسه به بسیجی و سپاهی و خانواده شهید و فلان. درسته؟ اینجاست که اینم متاسفانه در آسیب شناسی جنبش‌های اجتماعی بسیاری از متفکرین اینو میگن دیگه، جنبش‌های اجتماعی غلیان احساسات رو با خودش به همراه میاره. درسته؟ مردم جوگیر میشن، جو زده میشن و با اون موج احساسات میان بالا. ولی دوستان بازم میگم، من این حرف منو محبوب نمیکنه، ولی به عنوان یه تحلیلگر مجبورم بگم من هیچ وقت معتقد نیستم اکثریت مردم همواره دارن حرف درست میزنن. اصلا اینجوری نیست. مردم میتونن با عوامل مختلفی جوگیر بشن، احساسات برشون غلبه میکنه، فلان میکنه. درسته؟ هیچگاه معیار حقانیت نمیتونه محبوبیت مردمی باشه. اگر برای مثال اگر در ایران اکثریت مردم تا دیروز معتقد بودن حجاب امر درستی است، من وقتی میبینم واقعا میگم دعوا رفته سر این که نمیدونم باید رفت با رضا پهلوی بیعت کرد یا با فلانی بیعت کرد، بعد مسئله ما حل میشه، میگم چقدر ما از لحاظ فکری کودکیم هنوز، چقدر
ناپخته هستیم از لحاظ فکری. یعنی من الان این، حالا من میگم تازه سر مشکل رو باز کردیم، نه به اون که نرفتیم. همه این مسائلی که من برای شما برشمردم مشکلاتی هستند که نیازمند فسفر مغزی مصرف کردن صدها هزار نفر از ما هست. اون اتاقهای فکری که گفتم، نه یکی دوتا رهبر. درسته؟ این مسئله رو ساده انگارانه کردن، تقلیل دادن یک مسئله است. ببینید بیعت کردن با یک رهبر، هر کسی که اون فرد میخواد باشه، الان مسئله ما نیست. مسئله اساسی این است که شما راه کار چی دارید، همون چه باید کرد، سوال چه باید کرد. از این پوینت A به پوینت B که میخواین برین، برنامه عملتون چی هست؟ درسته؟ قشر متوسط رو میخواین چجوری جلب بکنین؟ نمیدونم اون طرفداران حکومت رو میخواین چجوری جلب بکنین؟ برای فردا چه برنامه‌ای در سیاست خارجی داشتین؟ اینم اجازه بدین باز به عنوان یه نکته معترضه دیگه بگم، چون حوزه تخصصی من در اصل روابط بین الملل هست. درسته؟ متاسفانه در جنبش مهسا یکی دیگری از چیزهایی که واقعا برای من مشهود شد این بود که چقدر ما خام هستیم راجع به اینکه چه شکلی میتونیم تأثیر بذاریم بر سیاستگزاران خارجی. بعضی دوستان فکر میکردن برن در پارلمان این کشور یا با نخست وزیر فلان کشور ملاقات بکنن مسئله حله. من به عنوان کسی که 4 دهه هست با بسیاری از سیاستمداران، منظورم نخست وزیر نیست، منظور کسایی که در وزارت امور خارجه انگلیس و امریکا و فلان هستن، رفت و آمد دارم و حرف میزنم، میتونم به شما بگم اونا هیچ کدوم از این رهبران فعلی اپوزیسیون رو جدی نمیگیرن، چون میگن چیزی در چنته ندارن. اینی که من یه کانال تلویزیونی داشتم یه حرفه، اینی که شما نیروی اجتماعی در جامعه ایران داشته باشی که بیان تو خیابون برای شما یه حرف دیگه است. ما اولی رو داریم، دومی رو نداریم. پس ببینین، من ایمیجین کنین که تصور کنین برای یه لحظه من مسئول میز ایران هستم در وزارت امور خارجه انگلیس یا امریکا. درسته؟ شما رهبران اپوزیسیون هستین میان پیش من چرا باید شما رو جدی بگیرم؟ چه برنامه‌ای دارین؟ اولین سوالی که من به عنوان یک دیپلمات کارکشته از شما میپرسم اینه که چند مرده حلاجین دیگه، رایت؟ توی زمین بازی چی برای ارائه دارین؟ اینی که نمیدونم بهترین پروپاگاندا رو داشته باشین و تظاهرات خارج از کشور داشته باشین که دردی از من دوا نمیکنه، مسئله‌ای برای من نمیشه. من سیاستمدار نوعی غربی نگران این هستم که جمهوری اسلامی فردا در منطقه چه بحرانی ایجاد میکنه، سرباز امریکایی رو میکشه یا نه. درسته؟ از این منظر به مسئله نگاه میکنم. از این منظر به دولت جمهوری اسلامی هم پیام میفرستم که آقا ما مثلا در حال سرنگونی کردن شما نیستیم. خب این منطقی هست. شما با رفتن و جلوی اینها و حرفای احساسی زدن فکر میکنیم واقعا نظر عوض کردین؟ من بارها دیدم دوستان رفتن این کارا رو کردن، حرفای احساسی خودشون رو زدن، اون طرف هم سرش رو تکون داده در جلسه، بعد که برمیگرده پشت میزش روز از نو روزی از نو. درسته؟ چون مشکلاتی که باید باش برخورد بکنه به عنوان یه کارمند وزارت امور خارجه امریکا و غرب این چیزاست دیگه. پس ما وقتی میگم من اون هنر برنامه ریزی رو ندیدم و فکر میکنم جو ما رو برد. چند تا چیز رو ما نباید با هم اشتباه بکنیم که به نظر میاد متاسفانه این اشتباه ها رو مرتکب شدیم در این دفعه قبل. برای مثال ما حضور در رسانه رو با حضور در خیابان همزاد پنداشتیم. این به نظر من یک خطای شناختی است. ببینید فضای مجازی
مترادف با فضای واقعی نیست. اینه که من و شما در واشنگتن و لس آنجلس بشینیم و شعار بدیم یا بریم در خیابون‌های واشنگتن و لس آنجلس از کنم بر ضد جمهوری اسلامی اعتراض بکنیم، این به منزله این نیست که مردم در کف اون خیابون‌ها در درون ایران هم قانع شدن و حاضرن همین کارها رو بکنن. این بنابراین یه نکته اول. چرا این مسئله مهم است؟ چون به نظر میاد که اپوزیسیون دسترسی به تلویزیون و مطبوعات و اینها داره و خیلی اوقات ما فکر میکنیم این قوقا پردازی، این شعار دادن‌های تند ما، اینکه انقلابی ترین باشیم در مثلا خارج از کشور، بقیه رو هم به طرف ما سوق میده که من فکر میکنم این اشتباه واقعا جدی هست. برمیخیزه به نظر من تا حد زیادی از نشناختن واقعیت درون جامعه، اینکه ساده انگارانه فکر میکنیم. یعنی ببینین ما در علوم سیاسی یک بحثی داریم، میگیم که مهم نیست که فقط من و شما اپوزیسیون چه خواستی داریم، شما یه رأی دارین، اون دشمنی هم که دارین باش مبارزه میکنه اونم یه رأی داره، شما که نمیتونین اون رو از رأیش محروم بکنین. منظورم از رأی یعنی ایفای نقش هست. حکومت جمهوری اسلامی که سپاه داره، ارتش داره، تلویزیون داره، فلان داره، خب بدون شک در مقابل هر نوع پاتکی از طرف اپوزیسیون یک ضد به اصطلاح پاتکی یک عکس العمل متقابلی رو نشون خواهد داد. و اینجاست که به نظر من اولین مسئله واقعا یک مقدار عاقلانه فکر کردن هست، به بیراهه نرفتن. اجازه بدین یه مثالی براتون بزنیم. به نظر من وقتی که در جنبش سال گذشته این تفکر راه افتاد، برای مثال که ما بریم فوتبالیستای ایران رو هو بکنیم و بگیم اینها اگر بازی بکنن نماینده جمهوری اسلامی هستن و نماینده مردم نیستن و این کار رو انجام دادن، به نظر من اینی اوج میبخشین حماقت سیاسی بود. به نظر من دشمنان ما 4 تا فوتبالیست نیستن، اینا به اصطلاح سوراخ دعا رو گم کردنه، اینجا اشتباه کردنه که شما با یه حکومتی روبرو هستین و به اصطلاح دل خودمون رو روی 4 تا فوتبالیست و نمیدونم کشتیگیر و بوکسر و فلان بخوایم پیاده بکنیم، به منظر اینه که ما دشمن رو نشناختیم، نتونستیم بریم سراغ آن چیزی که هست. من آنچه که نگرانم میکنه این هست که متاسفانه در اپوزیسیون و اپوزیسیون کلش رو دارم میگم، چه اونهایی که در درون کشور بودن چه اونهایی که در خارج از کشور بودن، به نظر من آنچه که ما نیازمندش هستیم یه مقدار استدلال‌های سرد و منطقی هست و نه احساسی. ببینین من این رو تکرار میکنم، به نظر من واقعا بسیار مهمه. ما در جنبش مهسا واقعا یک تبلور فوق‌العاده زیبای احساسات رو دیدیم. هنری که در این جنبش اومد بیرون، چه از موسیقی گرفته چه از نقاشی گرفته، اینا به نظر من فوق‌العاده بود. شعار زن زندگی آزادی فوق‌العاده بود، شاید بهترین شعار این 4 دهه گذشته بوده. اینها نکات مثبت اون جنبش هست. اما اگر ما قصدمون آسیب شناسی است، میخوایم به ضعف ها نگاه بکنیم، باید فکر میکنم خجالت رو کنار بذاریم، تعارف رو کنار بذاریم و اذعان بکنیم که متاسفانه این اپوزیسیون برنامه ریزی دقیقی نداشت. استدلال های احساسی بودن، نه استدلال هایی که بر مبنای یک شناخت عمیقی از چه از جامعه ایران به اصطلاح وجود داره. ببینید تهران رو با مابقی ایران یکسان دانستن بازم به نظر من از عدم هوش سیاسی برمیخیزه. من به عنوان کسی که سیاست داخلی ایران رو به موازات سیاست خارجیش سالهاست دارم نگاه میکنم، برای من مشهوده که بلوچستان، آنچه که در بلوچستان میگذره یا در کردستان میگذره یا در آذربایجان غربی و ایلام اتفاق میفته، به هیچ وجه با تهران یکی نیست. و ما تا چشممون به تهران دوخته باشه و اون چیزهایی که در اونجا صورت میگیره به عنوان نه تنها پایتخت فیزیکی بلکه پایتخت شاید فکری مملکت هم، به نظر من باز شناخت دقیقی نداریم. مشکلات دیگه چیه؟ اینی که سازماندهی نیست، شبکه سازی وجود نداره.
ببینین توافق بر سر یک ایده مرکزی که مخالفین رو متحد بکنه وجود نداره. یکی سلطنت طلبه، یکی عدالت اجتماعی میخواد، یکی دموکراسی سکولار میخواد و این به اصطلاح گفتگوهایی که باید صورت بگیره متاسفانه صورت نگرفته و آنچه بعد از شکست جنبش مهسا هم حاکم شده که متاسفانه دیگه واقعا نور علی نور دیگه. ما به جای اینکه از این تجربه یاد بگیریم، به اصطلاح همدوش همدیگه بشیم، شروع کردیم و انگشت اتهام رو به سوی همدیگه دراز کردن که نمیدونم اگر شما سلطنت طلب نیستین مخالف ایران هستین، اگر نمیدونم فلان هستین ارتجاعی هستین و غیره و غیره و غیره. این به نظر من ما رو به جایی نخواهد برد. آنچه که لازم هست بر اساس این استدلالی که من خدمتتون گفتم که باید مخالفت از درون کشور بیاد، خارج از کشور به نظر من تنها نقشش انعکاس دادن صداهای درون کشور هست، نه اینکه به اصطلاح میکروفون دستش باشه و خودش بخواد طلایه‌دار داستان باشه.